دکتری به خواستگاری دختری رفت، ولی دختر او را رد کرد و گفت به شرطی با تو ازدواج میکنم که مادرت به عروسی نیاید و بعد ازدواج هم فقط با هم زندگی کنیم. آن جوان به فکر فرو رفت و نزد یکی از اساتید خود رفت و به استادش گفت من وقتی 1 سالم بود پدرم فوت کرد. مادرم برای اینکه خرج زندگیمون رو تأمین کنه در خانه‌های مردم رخت و لباس میشست. حالا دختری که دوستش دارم شرط کرده که بدون حضور مادرم عروسی بگیریم. این موضوع منو خجالت زده کرده و تو 2 راهی هستم. چه کار کنم استاد؟ استاد به او گفت از تو خواسته ای دارم. به منزل برو و دستان مادرت را بشو. فردا پیش من بیا تا بهت بگم چه کار کنی. جوان به منزل رفت و با حوصله دستای مادرش را در دست گرفت تا بشوره. دید دستای مادرش از شدت چروک و رختشویی در گذشته ترک برداشته و هر آبی که روی دست مادرش میریزه مادرش درد میکشه و گریه میکنه. جوان ناخودآگاه اشک از چشمانش سرازیر شد وقتی این صحنه را میدید و اولین بار بود دردهای مادرش رو حس میکرد. صبر نکرد فردا پیش استادش بره. برای همین به استاد خودش زنگ زد و گفت استاد ممنونم که راه درستو به من نشون دادی. من مادرم را به امروزم نمیفروشم چون اون زندگیش رو برای آینده من تباه کرد. به عشق سلامتی مادرت بنویس. خدایا حفظش کن. به او توصیه کردم که برای من و برای پدر و مادرت شکر به جا آور که بازگشت همه شما به سوی من است.